بچه من، ولی سیستم ولایتی به هم میزنه. نه درست میشه آقا، مطمئن باشید قطعا به نتیجه میرسه. من یه سوال از شما دارم. تو زندانن اونم مشخص نیست زندان. امروز شما برنامه‌ای دارید برای برگزاری مراسم شهید روح الله عجمیان؟ یعنی مردم میتونن شرکت بکنن؟ از این جهت میپرسم. برنامه دارم. تو داری حرف ما رو میپیچونی. ما راجع به صحبت کردیم. اینجا صحبت میکنی یا نباید بیارید یا حرف نباید بپیچونید. نه حرف رو نبیشیم. شما من به شما عرض کردم، گفتم چون شما یک پدر شهید هستید و داغ دارید، شما نمیتونید راجع به این موضوع الان خیلی عادلانه نگاه بکنید، ولی سیستم قضایی کشور نه تنها به این موضوع، به تمامی موضوعات مطمئن باشید عادلانه نگاه کنید. اگر این اتفاق نیفته مراجع قضایی بالاتری هم وجود داره که به این قضیه رسیدگی بکنه. آقا فقط یک نفر، یک آدم، یک نیاری تو مسابقه یا حرفشون نپیچونید. خانواده شهدا همیشه در رسانه، در تلویزیون، برای همه کسایی که اینجا کار میکنن میگن آقا درباره ولایتی چیزی نگو. حالا مثلا شما ترس دارید، واهمه دارید، من ترس ندارم. نه حاج آقا اصلا این چه حرفیه؟ چون برو ببین، برو قوه قضاییه، برو در دیوان، همه میگن آقا ولایتی این کارو کرده، ولی شما صدا سیما میترسید، ترس دارید ازش. من رو پوسکنده میگم. اون دفعه من اومدم گفتم آقا من صحبت نمیکنم، گفتن نه آقا تا اینجا اومدی صحبت کن، دفعه دیگه منو دعوت نکنی، ازت خواهش میکنم. نه من سکوت کردم، شما صحبت کنید دیگه. نه دیگه دفعه دیگه منو دعوت نکنید، چون شما طرفدار ولایتی قاتل پسر منه. سلامت باشید، متشکرم. از اغتصابگران دفاع ما حتما درخواست‌های شما رو مطالبه میکنیم، همونطور که در رسانه مطالبه شد، الان ادامه هم مطالبه میکنیم. متشکرم از همه شما بینندگان. یک بخشی رو ببینیم برمیگردیم. آقای مقدس عصبانی شد.